سلام دوستان، خوش اومده به کانال خودتون تخم مرغ. امروز میخوام بریم با غذاهای محلی هرمزگان آشنا بشیم. قبل از که بریم لایک و ساب یادتون نره. محواوه که از غذاهای معروف هرمزگانه، نوعی سس محسوب میشه. محیابه یا محوه هم گفته میشه. از اون که ماهی آبدور در زبان محلی به وجود آمد. طعم نمکی و تند داره. برای درست کردن این غذا پودر ماهی موتور را با زردچوبه، فلفل، گیشنیز و خردل مخلوط میکنن و همراه نمک در ظرفی ریخته و ظرف را محکم میبندن. به مدت 1 ماه در آفتاب قرار میدن تا آماده بشه. آن را همراه با برنج یا با نان سرو میشه. این برشته یا کباب زغالی یکی از غذاهای محلی جزیره قشم از ماهی ساردین، گاریز، بیا، سنگسر، سرخور، هور و زرده استفاده میشه. ابتدا داخل شکم ماهی‌های بزرگتر را خالی کرده با سبزی‌های معطر، پیاز و ادویه پر میکنن. روی یک ظرف با شعله آتش مستقیم قرار میدن. ماهی‌های کوچکتر را مانند ساردین را به طور درسته میپزن. در طبخ آن ماهی‌ها را 1 ساعت جلوتر نمک زده کاملا نمک را به خود جذب کنه. ورقه فلزی که ماهی روی آن قرار بگیرد باید کاملا داغ باشد. در غیر این صورت پوست ماهی به ورقه فلزی میچسبه و کنده میشه. دو پیازه میگو غذا از غذاهای جزیره قشمه که از میگو پیاز رو به ادویه درست میشه. همیشه با برنج سرو کرد و هم با نان. برنج دیشو از شیره خرما تشکیل میشه. در این غذا برنج را با شیره خرما دم کرده. این برنج را همراه با ماهی میخورن. هزاری یکی از غذاهای بندر عباسه. مواد لازمش برنج، ماهی، پیاز طلایی شده، فلفل دلمه و پودر لیموه. نان توموشی میخوریم در گوشی. میها این نان محلی بسیار نازک را به همراه سس مخصوص میپزن. این نان تخم مرغ و پنیر میریزن که همزمان با نان میپزن. بیشتر با محواوه سرو میشه. بلالیت غذاهای محلی بندر عباسه. از ماکارونی، شکر یا شیره خرما، گلاب، روغن، هل درست میشه. گاهی بهش زعفران هم اضافه میکنن. نان چمچمو از نانهای محلی قشمه. آن نان تخم مرغی هم گفته میشه. از آرد، روغن، تخم مرغ و شکر استفاده میشه. سراغ یه نوع دسره. برای طعم دادن به غذا از آن استفاده میشه. همراه با غذای اصلی میل میشه. نوع خورش بندریه که قدمت 1000 ساله داره. مخلوط ماهی مومق یا هشینه و آب نمک و خاک سرخ جزیره هرمز و پوست نارنج با نمک زیاد در ظرفی که در آن محکم بسته شده به مدت 10 روز میگذارن که غلیظ بشه. ماهی‌های مانده را در این محلول زده و دوباره در ظرف میریزن. یا بانون یا با پلو. ایبون برای تهیه غذا از سیب زمینی‌ها را درشت و خلالی سرخ میکنن. این ماهی ادویه و زردچوب اضافه میکنن. روغن سرخ میکنن. پیاز سرخ شده را در گوجه فرنگی رنده شده تفت میدن. سپس درون قابلمه روغن ریخته و روی آن نان محلی توموشی گذاشته. مواد را روی نان میریزن. سپس برنج پخته شده را روی مواد ریخته و میذارن تا دم بکشه. موفلک از غذاهای محلی قشمه. از گندم دلانده یا همون گندم یا جوی پرک شده در دیگ برشته میکنن تا رنگ آن قهوه‌ای بشه. پس با ماهی مخصوص جنوب که استخوان و پوستش از هم جدا شده با پیاز تفت داده دم میکنن. در حال دم کشیدن مقداری تخم گیشنیز و ادویه هندی هم به آن اضافه میکنن. حواری پیاز را کمی تفت داده با سبزی یعنی گیشنیز، شوید، شنبلیله و سیر را درون روغن سرخ کرده. ماهی‌ها را نیز به سبزی اضافه کرده تا سرخ شوند و فلفل و ادویه زردچوبه را اضافه میکنن. بعد از که ماهی کاملا سرخ شد برنج را با مواد سرخ شده دم میکنن. میتونید به جای ماهی از میگو هم استفاده کنید. ترشی انبه از ترشی‌های مخصوص هرمزگانه که در میناب و رودان متداوله. ترشی انبه چغاله یا آب نارنج سالم تهیه میشه. برای تهیه این ترشی تمر هندی را با زردچوبه و انبه و رب گوجه فرنگی به شیره تمر هندی اضافه میشه. همه مواد را با سرکه ترکیب کرده برای مدتی در ظرفی با در محکم نگهداری میشه تا حاضر بشه. مالوکی از ترکیب ماست، تخم مرغ، آرد، پودر قند تهیه میشه. مردهای تخم مرغ و روغن ذوب شده را با هم ترکیب کرده و آرد را کم کم به آن اضافه میشه. به خمیر به دست میاد. خمیر به دست آمده را در نایلون میذارن. 2 ساعت استراحت میکنه. پس خمیر را به شکل دایره‌های کوچک در میارن و در روغن فراوان سرخ میکنن. بعد از آنکه روغن اضافه را گرفتن در پودر قند غلتانده و سرو میکنند. بچه‌ها مرسی تا همراهم بودید. لایک و ساب فراموش نشه. کامنت هم بذارید. دوستتون داریم. تا ویدیو بعدی. بدرود.